سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه تو چنل من. امروز یه ویدیو یه مقدار متفاوت در داریم. درست الان پارکینگ، ولی اصلا ویدیومون مربوط به پارک نمیشه. قراره یه مسابقه بین آرون و میلوش بذاریم، اونم تو خونه. البته الان آوردمشون که یه مقدار خسته‌شون کنم تا بریم خونه ببینیم اون مسابقه رو کی برنده میشه. پس تا آخر این ویدیو بمونید اینجا. الان اون غذایی که قراره مسابقه اجرا بشه باهاش رو باید آماده کنم. حالا چیه غذا؟ ابتدا گوشت اینا برمی‌داریم، قشنگ لهش میکنیم. بعد از اینکه اینو کوبیدم یکم روغن زیتون بهش اضافه کردم و یه مقدار خیلی کم نمک. بعد قشنگ روشو اینجوری میمالم که بره تو خورد گوشت. حالا اینو اینجوری میذاریم تو این ظرفمون. میره تو فر. برای ساید گوشتشون هم من هم کرم بروکلی میخوام بذارم هم هویج. کرم بروکلی خب پر ویتامینیه که برای تراکم استخوان تو سگا خیلی مفیده. یعنی هم سگایی که سنشون بالاه، هم سگایی که جوونن و پر انرژی ان، مخصوصا مثل آرون که هیجانش زیاده، خیلی مفیده. اینو البته از ساقه جدا میکنم، یه دقیقه میذارم تو آب بجوشه که کثیفیاش حداقل بره، بعد دوباره برش میگردونم. هویج جدا از ویتامینایی که داره، پر فسفر و نمیدونم فیبر و کلسیم و پتاسیم، اینایی که اصلا به کنار، این خوردنش هم لذت بخشه براشون، چون این حالت تردی داره. وقتی که دارن هویجو میخورن که خیلی کیف میکنن. جدا میگم از ویتامینای زیادی که داره، من خودم هم عاشق هویجم. البته اینم سرتایش رو کوچیک میگیرم، یه ذره هم میذارم. بعد از اینکه پوستشو گرفتم یه حالت نیم پز بشه، یعنی از حالت خامی در بیاد دیگه. خیلی پخته هم نه، ولی خب دیگه خام هم نخورم دیگه، یه ذره نیم پز شه. این کرمبوژا رو یه دقیقه میندازم این تو. خب غذاشون کم کم داره آماده میشه، فکر کنم 5 6 دقیقه دیگه. ولی خب خیلی ساده قرار نیست که این غذا رو بخورن، قراره که به چالش بکشیمشون و ببینیم کدومشون طاقتشون بیشتره. در قالب یه مسابقه طاقت کدومشون بیشتره و میتونن بیشتر تحمل کنن، صبر داشته باشن واسه خوردن غذا رو ببینن ولی نخورن تا زمانی که من بهشون بگم. حدس شما چیه؟ میلوشه یا آرونه؟ خودم حدسم آرونه که طاقتش بیشتره، ولی تا آخر این ویدیو رو ببینیم که کدومشون برنده میشن. بشین اینجا. بشین. نمیخوری؟ آرون نمیخوری تا من بیام، باشه؟ آفرین. غذاتو نمیخوری تا من بیام.
آفرین. نمیخوری فعلا. نمیخوری، بذار میلوش بیاد. بعد میلوش اومد. حالا میخوایم ببینیم که وقتی میلوش میاد عکس العملش چیه. میلوش اصلا خبر نداره تو اتاقه. نمیخوری حالا فعلا باشه. هنوز نخور. میلوش بیا بالا. بیا بالا. اینجا بیا بالا. آفرین. بشینم اینجا. آفرین. همینجا میشینی. حالا نوبت غذای میلوشه. میلوش نمیخوری. این اصلا نمیخوری حالیش نمیشه که. میلوش جان نمیخوری بابا اینو باشه؟ نمیخوری؟ نخور تا من بیام باشه؟ آفرین پسرم. اینو یه ذره بیشتر باید بهش بفهمونی. نخور تا بابا بیاد باشه؟ آفرین. اگر امکان داره نخور تا من بیام میلوش. نمیخوری؟ باشه؟ آفرین. نخور تا بیام. نمیخوری؟ آقا تو این مسابقه همونطور که دیدید گوشتشو هر دوتاشون سهم خودشونو خوردن، ولی اصلا میلوش با غذا با کسی شوخی نداره، خورد غذاشو. حالا این مسابقه 2 تا برنده داشت. چجوری بود برنده‌اش؟ زمان آرون، مسابقه آرون غذای خودشو نخورد. من بهش گفتم نخورد. صبر کرد تا من بهش بگم. البته میلوش اومد سمت غذا شروع کرد به خوردن. اونجا آرون برنده شد. میلوش کجا برنده شد؟ زمانی که اومد سمت ظرف غذای آرون و از غذای آرون نخورد. اونجا میلوش برنده شد. آرون هم که غذای خودش رو نخورد برنده شد. اما تو مسابقه میلوش آرون برنده نشد. اومد غذاشو خورد و میلوش هم برنده نشد. زمانی که بهش گفتم نخور شروع کرد به خوردن. پس 2 تا برنده داشت. جفتشون از ظرف غذا همدیگه نخوردن. میلوش زمانی که بهش گفتم نخور خورد، باخت. آرون هم که اومد از غذا میلوش دستبرد زد و باخت. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید حدستون ببینید درست بوده یا نبوده. شیر کنید اگه از این دست ویدیوها دوست دارید که بیشتر بتونیم براتون بذاریم. به خاطر این 2 تا هم که شده، لایک، کامنت و شیر و سابسکرایب مخصوصا فراموش نشه. تا برنامه بعدی، خداحافظ. من بیام این گند رو جمع کنم.